حکیم ابن حزام خدا از او راضی باشد میگوید که رسول خدا درود بر او فرمودند: دست بالا یعنی صدقه دهنده از دست پایان یعنی صدقه گیرنده بهتر است. صدقه را نخست از افراد شروع کنید که نفقه ایشان بر شما واجب است و بهترین صدقه آن است که صدقه دهنده آن را از روی بی‌نیازی صدقه دهد، یعنی طور صدقه دهد که خود محتاج نشود. هر کسی از خواستن آن دوری می جوید، خداوند نیز آن را از آن دور نگاه می دارد و هر کسی اظهار بی‌نیازی کند، خداوند نیز او را بی‌نیاز می گرداند. حدیث بخاری کتاب دعا: صدقه آن است که از روی بی‌نیازی باشد. باب 12.